سلام، باران هستم، روایتگر داستان‌های کوتاه. به اینجا داستان خوش آمدید. 3 دوست در یک اتومبیل به مسافرت رفته بودند و متاسفانه یک تصادف مرگبار باعث شد که هر 3 در جا کشته شوند. یک لحظه بعد روح هر 3 دم دروازه بهشت بود و فرشته نگهبان بهشت داشت آماده می شد که اونها رو به بهشت ببره. اما ناگهان یک سوال از اون 3 نفر می پرسن. الان که هر 3 دارید وارد بهشت میشین، اونجا روی زمین بدنهاتون روی برانکار در حال تشییع شدن به سوی قبرستانه و خانواده ها و دوستانتون در حال عزاداری در غم از دست دادن شما هستن. دوست دارین وقتی دارن از کنار جنازه راه میرن در مورد شما چی بگن؟ اولی گفت دوست دارم پشت سرم بگن که من جز بهترین پزشکان زمان خودم بودم و مرد بسیار خوب و عزیزی برای خانوادم. دومی گفت دوست دارم پشت سرم بگن که من جز بهترین معلم‌های زمان خودم بودم و تونستم اثر بزرگی روی آدم‌های نسل بعد از خودم بگذارم. ولی سومی گفت دوست دارم بگن نگاه کن، داره تکون میخوره، مثل اینکه زنده است.